جناب آقای سفیر، اولین باری که به ایران اومدین؟ 2000. اولین باری که به عنوان سفیر به ایران اومدین؟ 2021 بود. بهترین جایی که توی ایران دیدین؟ شیراز. یه شهر توی ایران که شما رو یاد بریتانیا میندازه؟ فکر کنم که رشت باشه. اولین باری که از ایران رفتید دلتون برای کدوم شهر تنگ شد؟ فهم قبل از زلزله. جنگل، کویر یا دریا؟ کوهستان. قشنگترین فصل در ایران؟ بهاره. لهجه مورد علاقتون؟ لهجه اصفهونیه. یه جمله فارسی که قابل ترجمه نباشه؟ قربونت برم، دورت بگردم. ویژگی بارز ایرانیا؟ تعارفی هستند. اسطوره ایرانی مورد علاقتون؟ کاوه آهنگر. خوشمزه ترین غذای ایرانی؟ باید قرمه سبزی باشه. کدوم غذای ایرانی رو خودتون میتونین درست کنین؟ کباب کوبیده. نوشابه دوغ؟ دوغ با دیزی و پیاز. کوبیده یا جوجه؟ جوجه. جاده به شمال. بربری یا سنگک؟ بربری. استقلال یا پرسپولیس؟ من همیشه آبیم. چای یا قهوه؟ چای لاهجان. و قشنگترین قسمت شغلتون؟ خب بودن تو ایران کنار ایرانی ها. من عاشق تاریخ و فرهنگ ایرانم.